اولین بار که من رفتم بخارا، راهنمای من از شهر دوشنبه با من اومده بود. آفرین. خانم عایشه حامد. گفتم شما با من نیاید. گفت گم میشید. گفتم میخوام گم شم. توی این کوچه های بخارا خیابونا میرفتم، پهنای صورت اشک شوق میگرد بخورم و تمام صدای تاریخ رو میشنیدم. آفرین. فکر میکردم که این قسمت گم شده تاریخ بیهقی ممکنه توی این خونه ها پیدا باشه. غروب شده بود. جمع یه خونه چند تا خانم گفتن شما رو پریشان میابیم. گفتن به آشیانه ما بیایید نان بخوریم، غذا خوردن. آفرین. تعارف کردن. بچه هاشون اومدن، گفتم چند تان؟ گفت 3 تن. یکی خرد است، آن 2 دیگری کلان. آفرین. و این بچه ها شروع کردن شاهنامه از حفظ خوندن. آفرین. ابیات حدود 20 بیت 30 بیت و من خجالت کشیدم که من در مقابل اینها هست. 70 سال رژیم شوروی نتونست این فرهنگ رو از اینا بگیره. و این یعنی مقاومت یک فرهنگ، مقاومت یک زبان فارسی ما رو حفظ کرده. فوق‌العاده بود. 300 سال. برای همین من همیشه به دوستان میگم آقا اگر بخارا و سمرقند نرین، آرامگاه رودکی رو زیارت نکنین، ایرانیات شما کمه. از هر 5 نام تاجیکی 1 نام شاهنامه‌ای است. در بدخشان، لب مرز افغانستان و تاجیکستان، در دل کوه‌ها میرفتیم، رسیدیم به یک روستایی که شاید 20 خانوار بیشتر نداشت. ما برای استراحت که چشمه آبی اونجا بود پیاده شدیم. در یک خانه‌ای باز بود. یک دفعه دیدم دختر بچه 3-4 ساله‌ای آمد دم در. من رفتم به سمت این دختر بچه، باهاش خوش و بش کردم، سخن رو آغاز کردم. یک دفعه دیدم صدای مادرش از توی حیاط آمد که گرد آفرید به خانه شو. وقتی گفت گرد آفرید تمام وجود من گرد آفرید زنی بود بر سان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نام دار، کجا نام او بود گرد آفرید، زبان زنا در چون نام برید. وقتی نامو شنیدم آمد گفتم که مادر چه دختر زیبایی دارید، و بعد گفتم چه نام زیبایی داره، و بهش گفتم که این نام رو شما خودت گذاشتی؟ گفت نه پدرم گذاشته. گفتم که شما میدونید گرد آفرید کی بوده؟ گفت ها میدونم. و 2 بیت از شاهنامه هم از گرد آفرید برای من خواند و گفت پدر ما شاهنامه میخونه، ما بچه بودیم شاهنامه میخونده و نام برادرم هم جمشیده. این نشون دهنده اینه که این فرهنگ شاهنامه در همه جا گسترده است. هیچ آیینی در دنیا به شادی آیین زرتشت نبود. نیاکان ما 30 روز ماه را جشن داشتند، اما بعد از حمله اعراب همه چیز ایرانیان رو به نابودی رفت. پیش از یورش اعراب باران که می آمد می رقصیدیم، باد که می ورزید به خرمنگاه می ریختیم و می رقصیدیم، تابستان که می شد جشن می گرفتیم و می رقصیدیم، زمستان که می شد جشن می گرفتیم و می رقصیدیم، زمین های کشاورزی را درو می کردیم و می رقصیدیم، زمین ها را می کاشتیم و می رقصیدیم، می خواستیم دفعه بلا کنیم جشن می گرفتیم، ماه آغاز می شد می رقصیدیم، ماه به پایان می رسید می رقصیدیم. خلاصه اینکه جشن بود و رقص بود و زندگی بود و خنده بود و شادی، تیرگان بود و مهرگان بود و آبانگان، آذرگان و بهمنگان و اسفندگان و فروردگان و اردیبهشتگان و خردادگان، سده بود و سوری و سرود. فقط در سال 1 بار گریه می کردیم، آن هم برای چیرگی کینه و سنگ دلی بر پاکی و سوگ سیاهو. حالا تاریخ ما را دزدیدند و ما غمگین ترین مردم جهان